تا به حال چیزی در مورد تأثیر مخرب فرکانس 440 هرتز شنیده ای؟ وقتی به آهنگ‌های مورد علاقت از رپ گرفته تا راک و کلاسیک یا غیره گوش می‌کنی، باید بدانی که در همه آنها از فرکانس 440 هرتز استفاده می‌شود. در سال 1918 خانواده راکفلر پولی را به فدراسیون موسیقیدانان آمریکایی دادند تا تنظیم 440 هرتز را به عنوان استاندارد تنظیم تمامی سازها معرفی کنند. پس از کشمکش‌های زیادی، متاسفانه تنظیم این فرکانس در تمامی سازها به عنوان استاندارد جهانی معرفی شد و امروزه هر آهنگی که ساخته می‌شود بر اساس همین فرکانس مخرب تنظیم می‌شود. افرادی که به بیوانرژی و بیوفیزیک آگاه هستند می‌دانند که فرکانس 440 هرتز در فرکانس‌های طبیعی جسم ما تداخل ایجاد می‌کند. سطح انرژی ما را به صورت کاملا محسوسی پایین می‌آورد.